خب عزیزا تو بزنم باید گلو بیاری یه برو تو دست میگیری این باید بیاره بده بده. این باید بیاره نه؟ این باید بیاره بده بده. نه بعدن این باید گلو بیاره بده بده. باید برو پس نمیشه نادازم برام نه دست میکنی خب علی پس برو تو اون تهه گلو برو تهه وایس از این بر برو از اون رو دو رد نشه بگم گل دست عروسه نه، گل چیزی که دست من دیدم برو اون تهه نه راستی بابا دوماد وای میسته چشاشو یه منده عروس از پای سر میاد آره که بعد دوماد در میگرده نگاش میکنه درسته برو اینجوری میکنه ها آره تو برو عقب علی تو بیا اینجا وایسا تو میری از اون عقب راه میای خب فاطمه گل دست علیرضا فکر کنم باید باشه آره بعد از اون عقبه میای تو چشاتو میبندی میزنی رو شونت بعد این خدا رو شکر نقش قراره این بازی کنه تو نمیخواد میشه هر دوتاش هم میشه فاطمه مثلا با لباس عروسش رو نه بالا با سر زور نه همون پس برو خب از اون عقبه زب کن یه دقیقه زب کن چشات دسته علی آره آره علی یه دقیقه فقط صبر کن من این چیزامو همه رو آماده چرا از کنم برم نیازی از برم آره فهمیدم حقیقت چشاتون بس است علیرضا باید چشاش وا باشه فاطمه نه آره چشات باید وا باشه نه فاطمه نه چشات یه باز باید باشه یک طرف آره فاطمه. چشم قصد چشات باید وا باشه علی قاطی کرد بیا فاطمه خوبه سلامتی چیزا گرگات مال من از خرابا بسته بیا رمیز با زمین دیگه یارسی گلم بده دستش حالا خب اما داخل تالار که نمیایی دیگم در ماشین واسه یه دقیقه کرده بچه‌ها یه بار دیگه اینجا حرفاتون آهنگ هم باید قطع کنی اینجا حرفاتون تو فیلم قرار بیاد اینجا قرار نیست که آهنگ بذارید اینجا مثلا وقتی بعد میگه تو رو میبینه حرف میزنید با هم بعد تو یه مقدار تعجب میکنی وای چقدر قشنگ شد اینا آهنگ نذاشت فکر کن دایی‌ام چشم مشتاق میشه داره من نرفتم اونا بگو اون برای میشه من سرسان نکن یه چی؟ زه میگه مرسی بول بلند چیزایی شرط و پرت نگیر قشنگ میشه ای بهش من چقدر خوشگل شد چقدر تغییر کردی عشقم آره یکم تعجب کن وای وای پرنسس تو خدا رو شکر قرار نیست خیلی نقش خاصی بازی کنم ولی تو هم اگه میخوای یا در تالار بیا اصلا میبنده داییش بگه پا میزنی میبندم برش دایی بیا نه این میگه که من بیاد در تالار از خر ببنده خب. میخوای بیا خونه تو با خب بریم بیا چقدر خوشگل شدی پرنسس یه وایسه یه بار دیگه برو بابا چرا خیلی خجالت میکشم خدا علی نگاه کن اینجوری بعد میگرده خب مثلا تو دستات اینجوری میگیری جلو دهنت دیده مثلا اینجوری میبینی تعجب میکنی اصلا اینجوری کن آره مثلا یکم مکس کن بعد بگو وای خیلی خوشگل شدی یه همچین حالتی مصنوعی نه آه دیگه این که 16 سال هم دیگه رو بشناسید بکن یک نزدیک دیگه بیا پاس وای چقدر خوشگل شدی وای پسر اینا نمیتونه علی یه بار من کلا اجرا میکنم مثلا خوبه واسه برو فاطمه بیا برو بیا جدی وای خیلی خوشگل شدی آقا عادی مثل فیلم دیالوگ فیلم نمیخواد بگی من نمیشه از اینجا بیام چرا بیا ولی باید زود انجام میدم آره بیا که بارون گرفت بیا وای چقدر خوشگل شدی
کجایی؟ به قرآن اصلا پسر اینا شاهکارن